سلام بچه‌ها، علی شاردی هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام هوش مصنوعی و تقویت یافته ویرا رو بهتون معرفی کنم. در ادامه همراه من باشید. برنامه هوشمند ویرا رو میتونید از مایکت، بازار یا گوگل پلی دانلود کنید و بدون نیاز به فیلتر شکن واردش میشید. 6 قسمت داره. توی قسمت ربات چت که وارد شید میتونید هر پیامی یا سوالی که دارید ازش بپرسید. برای مثال همونطور میبینید که ما یه سوالی ازش پرسیدیم و دانیار به طور دقیق به ما توضیح رو داد. در قسمت دیگه پالت یا ویرایش تصویر دو گزینه برای ما وجود داره. دو گزینه دیگه به زودی ارائه میشه. توی قسمت چهره کارتونی یک تصویر رو انتخاب میکنید و میتونید چهره کارتونی شدهش رو دریافت کنید. یا قسمت افزایش کیفیت که همین کار رو میتونید روی قسمت افزایش کیفیت هم انجام بدید. قسمت آواشو یه متن به ربات میدید و اون متن رو تبدیل به گفتار میکنه. برای مثال در اینجا میتونید انتخاب کنید که گوینده صوت زن باشه یا مرد، یا نام فایلتون رو تغییر بدید. چند دقیقه که صبر کنید فایل رو بهتون ارائه میده. سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟ صدا بسیار زیبا با کیفیته. توی قسمت هماهنگ میتونید روی قسمت به اضافه که بزنید انتخاب گوینده رو انجام بدید. چند گوینده و چند شخص شهرشناس و معروف رو بهتون نمایش میده که مثلا فردوسی‌پور رو انتخاب کنید. باید یه صوتی رو بارگذاری کنید یا خودتون هم میتونید صحبت کنید و تبدیل صدا رو بزنید. بعد از چند دقیقه صدای شما آماده میشه. قسمت آونگار همون کاری که آواشو انجام میداد رو برعکس و مخالفش انجام میده. یعنی شما یک یک صوتی رو بارگذاری میکنید و ربات یک متنی رو به شما ارائه میده. توی قسمت ایماج میتونید تولید تصویر کنید. توی قسمت تصادفی و واقعی خیلی نمیتونه متن مورد نظرتون به واقعیت تبدیل بشه، اما قسمت انیمه تا حدودی بهتر از قسمت دیگه. برای مثال توی تولید تصویر که بزنید تصویر بعد از چند دقیقه آماده میشه. بله، همونطور که میبینید یه تصویر زیبا از اون متنی که ما بهش ارائه داده بودیم تولید کرد. ممنونم که انتهای ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.